انتها جای میگیره. به گمان این که بازیکنان ارتاشات ایستادند که این توپ به بیرون رفته، توپ در روی خط جای میگیره و امتیاز برای تیم گنبد به دست میاد. فرهاد قائمی برای بار دوم در منطقه سرویس قرار داره. 8 این بازیکن به صورت جهشی هم سرویس خودش رو روانه میکنه، سرویس خوبی هم میزنه. 17 دفاع میکنن، مرادی حمایت میکنه. ببینید که توپ رو رد خواهد کرد یا نه. کسب امتیاز خواهد شد برای گنبد. دانشور ضربه محکمی رو میزنه دیگه، مرادی چاره ای را نداره. تو بعد از برخورد به دستان لیبروی تیم ارتاشات توپ به بیرون میره و امتیاز برای تیم گنبد به دست میاد. 18-7 نتیجه بازی تا این لحظه. ست اول رو ما برای شما گزارش میکنیم. عرض کردم اختلاف امتیاز خیلی زیاد هست. قائمی 8 باز هم به نظر میاد توپ خوابیده، یا اینکه داور اعلام میکنه که توپ به بیرون میره و امتیاز برای تیم ارتاشات صنعتی تهران هست. فائزی 1 سخاوی دریافت خوبی را نداشت سخاوی و همون توپ هم باعث شد که بازیکنان ارتاشات استفاده بهتری را بکنند و جلوه بازیکن کوتاه‌سن تیم ارتاشات هست، یار شماره 2 شاهرخ جلوه. واسه فائزی برای بار دوم. دانشور من تو بازی رو عوض میکنه از اون سمت، تو بعد از برخورد به دفاع موفق. سینک یار شماره 6 برای تیم گنبد هست. این بازیکنی که حالا یه مقدار هم جا افتاده در تیم گنبد. ببینیم در ادامه این بازیکن چه کار خواهد کرد. بازیکنی که هم در نقش کوتاه زن را داره هم بلند زن. این بازیکن هندی. 12 عادلی. این دومین باری هست که فرهاد عادلی توپ رو به بیرون میزنه. یه بار به تور زد، امتیاز رو از دست داد. تعویض در زمین تیم والیبال ارتاشات به دست میاد. 6 از بازی بیرون میاد. مهدی باقری و یار شماره 9 خسرو فرهادی از برای به بازی میاد. خسرو فرهادی و محمد رضا سلیمانی هم از بازی بیرون رفت. یار شماره 13 که به جای این بازیکن داوود شکیبا هست که همین سرویس که آن زده. سخاوی پاس کوتاه موفق. این بار چابکیان هست. 10 امتیاز رو به دست میاره. ابراهیم چابکیان 20مین امتیاز رو با این آبشاری که چابکیان زد تیم گنبد میگیره. سینک به صورت جهشی میزنه. چی کار میکنه ماندین سینک، بازیکن هندوستانی تیم والیبال گنبد که با مشکل همراه میکنه دفاع عقب زمین تیم ارتاشات رو. پیمان مرادی که صحنه که ملاحظه فرمودید امتیاز رو از دست میده. 21مین امتیاز برای تیم گنبد. 6 سینک. خسرو فرهادی ضربه محکمی رو میزنه. بازیکنی که لحظات پیش به جای باقری به بازی اومد. واسه تعویض در زمین ارتاشات 10 به بازی میاد. حیدری و 17 عزیزی رو از بازی بیرون میکشه. فرهاد داخم سرمربی تیم والیبال ارتاشات میدونه که در این لحظه نمیتونه این ست رو به نفع خودش به پایان برسونه. حداقل یه بازی هم داده باشه برای بازیکنان ذخیره این تیم که حداقل یه مقدار آماده باشن برای ست دوم این بازی. 1 دانشور. 22مین امتیاز برای تیم گنبد به دست میاد. این تیم 3 امتیاز در این ست نیاز داره تا این ست رو به نفع خودش به پایان برسونه. این بار سرویس رو به تور میزنه دانشور تا امتیاز برای تهران به دست بیاد. شاهرخ جلوه یه برادر هم داره فرشید جلوه در برگشت دیگه. سخاوی به صورت آرام سینک توپ رو رد میکنه. جلوه خسرو فرهادی این ضربه‌ای که 7 معززی خواه میزنه. ببینیم این بار چه کار خواهد کرد. در برگشت چابکیان
تو بازی رو عوض میکنه. این ضربه‌ای که این بار موفق با چشمانی باز مسیر مستقیمی رو انتخاب میکنه، همونجا هم ضربه‌شو میخوابونه فرهاد قائمی. 23-12 هست نتیجه امتیاز. 23-12 11 امتیاز اختلاف که این ست رو به خوبی آغاز کرد و به خوبی هم به اتمام خواهد رسوند تیم والیبال گنبد. این ضربه‌ای که این بار بعد از برخورد به تور توپ میخوابه چابکیان و توپی که در زمین تیم گنبد، در زمین تیم ارتعاشات جای میگیره. امتیاز برای تیم گنبد به دست میاد. 24مین امتیاز. این تیم یک امتیاز نیاز داره تا این ست اول رو به نفع خودش به پایان برسونه. چابکیان به صورت کوتاه بریده موفق این بار روی تور سامان فائزی یک کسب امتیاز میکنه. 13مین امتیاز برای تیم تهران به دست میاد. 6 به بازی برمیگرده باقری. 9 فرهادی از بازی بیرون میاد. 4 هم سلیمانی به بازی برمیگرده و شکیبا از بازی بیرون میره. داره شماره 6 مهدی باقری. این ضربه‌ای که از پشت خط یک سوم میاد و امتیاز 25 رو تیم گنبد میگیره. 25-13 ست اول رو به نفع خودش به پایان برسونه. استراحتی کوتاهی خواهیم داشت. فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش میذارم. بسم الله الرحمن الرحیم.